رقصان می‌گذرم از آستانه اجبار، شادمانه و شاکر. از بیرون به درون آمدم، از منظر به نظاره به ناظر. نه به هیئت گیاهی، نه به هیئت پروانه ای، نه به هیئت سنگی، نه به هیئت اقیانوسی. من به هیئت ما زاده شدم، به هیئت پرشکوه انسان، تا در بهار گیاه به تماشای رنگین کمان پروانه بنشینم، غرور کوه را دریابم و هیبت دریا را بشنوم، تا شریطه خود را بشناسم و جهان را به قدر همت و فرصت خیش معنا دهم، که کارستانی از این دست از توان درخت و پرنده و صخره و آبشار بیرون است. انسان زاده شدن تجسد وظیفه بود، توان دوست داشتن و دوست داشته شدن، توان شنفتن، توان دیدن و گفتن، توان اندوهگین و شادمان شدن، توان خندیدن به وسعت دل، توان گریستن از سویدای جان، توان گردن به غرور برافراشتن در ارتفاع شکوهناک فروتنی، توان جلیل به دوش بردن بار امانت و توان غمناک تحمل تنهایی، 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 تنهایی عریان. انسان دشواری وظیفه است. دستان بسته ام آزاد نبود تا هر چشمانداز را به جان در برکشم، هر نغمه و هر چشمه و هر پرنده، هر بدر کامل و هر پگاه دیگر، هر قله و هر درخت و هر انسان دیگر را. رخصت زیستن را دست بسته دهان بسته گذشتم، دست و دهان بسته گذشتیم و منظر جهان را تنها از رخنه تنگ چشمی حصار شرارت دیدیم و اکنون آنک در کوتاه بیکوبه در برابر و آنک اشارت دربان منتظر. دالان تنگی را که در نوشتم به وداع فرا پشت می نگرم. فرصت کوتاه بود و سفر جانکاه بود، اما یگانه بود و هیچ کم نداشت. به جان منت پذیرم و حق گزارم، چنین گفت بامداد خسته.